ماکسیما خریده؟ مبارکه، ایشالله از 500 بخره. من چه میدونم از کجا آورده؟ آرش کارمنده که کارمنده، لابد بهش ارث رسیده. اصلا نه، دزدی کرده. به من و تو چه ربطی داره؟ آرش من خیلی سعی میکنم بهت فحش ندم، ولی کونی که خارش میکنه خودش سفارش میکنه. چرا نداره؟ طرف پولدار باشه میگی دزده، لاغره معتاده، تو باشگاه ها پاره شده آمپولیه، تتو میزنه اراذل، آرایش کنه خرابه، ماشین بهتر میخره قاچاقچیه، درست کارشو میکنه خایماله. آرش خدا سر و آفریده رو گردن خودت باشه، نه تو کونه دیگران. داداش گوه نخور برای تو دیگه توهین نیست، قشنگ یه توصیه پزشکیه. آرش تو این انرژی که میذاری برای کنکاش باسن دیگران تو پیشرفت خودت صرف کرده بودی، الان یه ایلان ماسک ازت در میومد. آرش جان این انگشت اشاره قضاوت رو از رو دیگران وردار، بکن تو کونه.